سلام بچه ها، وقتتون بخیر. خوش اومدین به 4مین جلسه عملی. توی مراحل قبلی فیشال ما اومدیم ماده مؤثره رو زدیم، سرم کنسانتره و حالا موارد دیگه ای رو که داشتیم استفاده کردیم روی پوست، با دستگاه ها جذبش دادیم و حالا میخوایم سطح پوست رو به وسیله ماسک ببندیم که این مواد مؤثره رو هم هل بده به سمت پوست. یعنی ماسک علاوه بر این که خودش میتونه تغذیه رسانی داشته باشه، بلکه میتونه توی هل دادن ماده مؤثره به عمق پوست هم نقش داشته باشه. اما ماسک ها انواع مختلفی دارن. اولین نوع ماسک بهش میگن ماسک های وینیل یا رابر. اینها ماسک هایی هستن که پیلافن. پیلاف یعنی چی؟ یعنی به صورت یه تیکه از روی پوست برداشته میشه. ببینید بچه ها، این یک نمونه ماسک پیلافه. میبینید توش پودره، هیچ چیز دیگه ای نیست. من وقتی که این پودر رو با آب قاطی میکنم روی پوست میزنم، یه مدت بعد که روی پوست قرار گرفت به صورت یک پارچه از روی پوست برداشته میشه. ماده اصلی که توی این ماسک ها هست لاتکسه، به خاطر همین بهش ماسک های لاتکسی هم گفته میشه. پس شد چی؟ ماسک های وینیل، رابر یا ماسک های لاتکسی. در واقع موادی که توی این ماسک وجود داره یا پلی وینیل الکل هستش یا وینیل استات هست. من الان این ماسک رو درست میکنم، روی سرمانکن میزنم که ببینید چطوری خشک میشه. خب بچه ها، ماسک رو که با آب قاطی کردی، وقتی که به غلظت مناسب رسید، یعنی غلظتی که نه در حدی شل باشه که شره کنه از روی پوست مشتری، نه اونقدر سفت باشه که اصلا نتونی روی پوست پخشش کنی، به اون غلظت که رسید شروع میکنید و روی سطح پوست میزنید. بچه ها، نکته‌ای که مهمه اینه که ماسک های لاتکسی با اینکه حالا توی انواع اسانس ها و اینا میتونید پیدا کنید، اسانس مثلا گل رز میتونید پیدا کنید که خاصیت روشن کنندگی داره، شکلات میتونید پیدا کنید که خاصیت جوانسازی داره. توی انواع اسانس ها میتونید پیداش کنید، ولی خب واقعا اون تأثیری که میخواین رو نمیگیرین. بیشترین تأثیری که ماسک های لاتکسی داره توی هل دادن ماده مؤثره به عمق پوسته. یعنی شما باید اول سرم رو بزنید، بعد این ماسک لاتکسی رو پخش کنید که اون سرم رو هل بده به عمق پوست. یه مقدار این ماسک کمه برای این صورتک، من خواستم فقط پیشونیشو بزنم، بعد زیاد شد، حالا برای کل پوستش کمه. و باید سعی کنید که ماسکای لاتکسی رو خیلی سریع بزنید، به خاطر اینکه خودشو میبنده. یه تایمی بهش استراحت میدین که خودشو ببنده و بعد از روی پوست جداش میکنید. بچه ها، این ماسک به خاطر اینکه سرمانکن ما یه جنس خاصی داره، خیلی خوب انگار نبسته، ولی روی کلاینت هاتون بعد از 1 رو 20 دقیقه دیگه کاملا میبنده و میتونید یک پارچه و یه تیکه جدا کنید. ببینید چون روی کلاینت هیچ وقت اینجوری در نمیاد، یعنی یه تیکه یه ورق برداشته میشه. شما بعداً باید اینو به صورت یه ورق جدا کنید از روی سطح پوست و بعد باقی مانده این تیکه هایی که میمونه رو به وسیله حوله یک بار مصرف خیس پاک کنید. بچه ها، دسته بعدی ماسک‌های با منشأ زمینی هستن، مثل ماسک‌های خاکرسی که بهشون کلی ماسک هم گفته میشه، یا ماسک‌هایی که از لجن درست شدن. این 2 تا از مثالای بارزشه. مثل مود ماسک‌ها، اونایی که از لجنن بهشون میگیم مود ماسک. اینا اکثرا جاذب چربی‌ان.
چرا؟ ببین خاک رس چجوری چربی رو جذب میکنه. شما در نظر بگیر خاک آوردی یه جای قطره روغن بریزی روش، ببین چقدر قشنگ جذب اون میشه. خاک رس خیلی قدرتمنده توی جذب چربی های پوست. ببینید این هم حالت پودری داره، با آب قاطی میشه و بعد روی سطح پوست پخشش میکنیم. بچه دقیقاً مثل قبلی باید کار بشه، فقط اینکه ماسکای لاتکسی خودش رو میبست و بعد یه تیکه از سطح پوست بلند میشه. ماسکای رسی اینجوری نیست که خودش رو ببنده، خشک میشه روی سطح پوست و بنابراین یه مقداری پاک کردن سخته، یعنی یه تیکه بلند نمیشه. میتونید شما زیرش گاز بندازین قبل از اینکه روی پوست پخش کنین، میتونید یک کوچولو زیرش گاز بندازین و بعد این کار انجام بدین. خب من یه مقدار از این پودره رو با آب قاطی دارم میکنم که روی سطح پوست بزنم. یه بخشی از صورت رو روی گاز براتون کار میکنم، یه بخشیش رو مستقیما روی صورتش میزنم. ماسکای رسی و کلا ماسکایی که با منشأ زمینی هستن خودشون مستقیما کار انجام میده روی سطح پوست. یعنی اینجوری نیستش که بگم فقط برای هل دادن مواد زیری استفاده میشه، نه، خود ماسک رسی مستقیما کمک میکنه که چربی پوست جذب بشه. ببینید به این حالت روی گاز میزنیم و بعد که خشک شد این گاز رو یه تیکه از سطح پوست برمی‌داریم. ولی ببینید اگر بخواید روی سطح پوست مستقیما بزنید پاک کردن سخته. میدونید که ما هم کلاینتمون رو بلند نمی کنیم که خودش بره بشوره، چون ما خودمون میخوایم با حوله براش پاک کنیم. بنابراین بهتره یه جوری کار کنیم که بتونیم راحت پاکش کنیم. خیلی ها میپرسن وقتی که روی گاز میزنید اصلا به عمق پوست چیزی میرسه؟ اصلا به پوستش چیزی میخوره؟ بله کاملا میتونید از کلاینتتون بپرسید، حس میکنه ماسک رو. وقتی هم برش میدارین یه سری دونه های باز باقی میمونه و این ماسک کار خودشو میکنه. بنابراین میتونید روی گاز هم استفاده کنید. بچه ها اگر میخواستیم کلا روی گاز بزنیم، من الان اینجوری زدم که ببینید پاک کردنش چقدر با هم متفاوته، ولی اگر میخواستید کلا روی گاز بزنید باید یه گاز رو، حالا اگر رولی میگیرید که باید تیکه تیکه برش بزنید، ولی اگر از این مربعی ها رو میگیرید میتونید نصف کنید. یه نصف اینجا پهن میشه، یعنی ناحیه بالای بینی رو به سمت بالا، و گاز دیگه پایین بینی این قسمت پهن میشه که سوراخ بینی بیرون میمونه از قسمت گاز. و بعد براش که پخش میکنید روی اطراف چشم و لب رو نمیزنید، چون جاذب چربیه. تنها ماسکایی رو که میتونید دور چشم ازش استفاده کنید ماسکای آبرسانن. حتی جوانسازا هم بعضیاشو میشه دور چشم زد، ولی ماسکای کنترل چربی رو به هیچ عنوان نباید دور چشم بزنید. ماسکای خاک رسی به هیچ عنوان نباید دور چشم زد، به خاطر اینکه چربی دور چشم همین جوریش هم کمتر از بقیه نقاط صورته. برای همینه که ما پیشنهاد میکنیم که کرمای دور چشم رو استفاده کنید. اگر که بخواین باز بیان شما ماسک کنترل چربی و اطراف چشمش بزنید، خب این حالت رو کمتر میکنید براش. بعد از یه 10 دقیقه روبی که ماسک موند روی سطح پوست و خشک شد، باید ماسک رو براشون پاک کنید. میتونید قسمتی رو که روی گاز زدین اینجوری گاز رو بگیرین و یه تیکه براش بردارین. این قسمت هم به وسیله حوله یک بار مصرف باید پاکش کنید. من یه کوچولو رو به وسیله دستمال پاک میکنم که ما راحت تر بتونیم با حوله براش پاک کنیم.
حوله یک بار مصرف خیس. بچه ها این حوله رو حین کار نیازی نیست که عوض کنید، همون یه دونه که برای مشتری استفاده میشه تا آخر کار با همون کار میشه، ولی هر جا که نیاز داشتین میتونین ببرین و حوله رو بشونین زیر آب. حین کار من مرتب نمیبرم با آب بشورم، من 3 تا کاسه آب میذارم بغل دستم، توی اون کاسه ها هی حوله رو مرحله به مرحله که مواد بهش میخوره توی کاسه ها میشورمش. بعد مگر یه مراحلی مثلا اسید، مثل ماسک گذاری یا مثلا پاک اولیه، گاهی وقتی که آرایش غلیظ دارم، توی این قسمت ها میبرم حوله رو با شیر آب کامل پاک میکنم و کاسه آبامم گاهی بین کار 2-3 بار عوض میشه آب توشون، اینجوری خیلی راحت ترین. خب پس این شد 2 تا از ماسک هایی که داشتیم، وینیل یا ماسک های لاتکسی و ماسک های با منشأ زمینی. 2 تا دسته دیگه از ماسک ها که وجود دارن اما من اینجا تهیه نکردم ولی بهتون معرفی میکنم، ماسک های مومی و ماسک های هیدروکلوئید هستن. ببینید ماسک های مومی از موم زنبور عسل یا از پارافین درست شدن و یه حالت چربی داره، به جهت مرطوب کردن پوست خشک به کار میرن. اما خب من چرا ندارم و به شما هم پیشنهاد نمی کنم؟ به خاطر اینکه بچه‌ها یه مقداری تشخیص پوستی که ذاتاً خشک سخته. بعضی از پوست ها هستن که الان خشک شدن، در واقع الان کم آبن و اگر شما ماسک مومی رو براش بزنید، چون ذات پوستش خشک نیست، ذات ممکنه حتی چربی داشته باشه، غدد سباسه‌ای کنترل کننده چربیش، تولید کننده چربیش به تعداد مناسب توی پوستش وجود داره، ولی خب الان تحت شرایط پوستش آسیب دیده و یک مقدار دچار خشکی و دهیدراتگی شده. اینجا اگر شما بیاین براش ماسک مومی بزنید ممکنه که جوش بزنه، شاید کم آبیش حل بشه ها، ولی جوش هم میزنه. بنابراین برای این دسته از پوست ها من بهتون پیشنهاد میکنم که ماسک های آبرسان انجام بدین. آبرسانی به هر صورت میتونه، حالا چه پوستش خشک باشه چه دهیدرات باشه، میتونه کمک کنه به درمانش. و دسته دیگه از ماسک ها که داریم ماسک های هیدروکلوئید هستن. ماسک های هیدروکلوئید مثل اینایی که الان هم بهتون نشون دادم پودره و با آب قاطی میشه، ولی فرقش چیه؟ به حالت خمیری در میاد وقتی که با آب قاطی شد و زمانی که روی سطح پوست میزنید میتونید یه تیکه، یک پارچه از روی سطح پوست بلندش کنید. مثل ماسک های پیلاف نیستن که اینجوری این یه ورقه شما بکشید و بردارید، بلکه مجسمه پوست رو درست میکنه براتون و قالبی برداشته میشه. بهشون مدلینگ ماسک میگن، لیفتینگ میگن، فرمینگ ماسک هم گفته میشه و به قصد جوانسازیه. دیدین زمانی که مثلا نشاسته رو با آب قاطی میکنید روی سطح پوستتون میزنید، قدیما خیلی این کارا رو میکردن، یه حس کشیدگی ایجاد میشه، چون این نشاسته که داره خشک میشه داره پوست رو میکشه و حالت لیفتی ایجاد میکنه. من اینو پیشنهاد نمیکنم وقتی که ماسکای تخصصی هست دیگه کسی نباید بره سمت نشاسته، ولی این یک شباهتیه که نشاسته به ماسکای هیدروکلوئید داره. ماسکای هیدروکلوئیدی هم خودشون رو محکم میبندن و همزمان که خشک میشن پوست رو جمع میکنن، میکشن به سمت بالا، یه مقداری گرما هم تولید میکنن. ممکنه کلاینتتون احساس گرما هم داشته باشه. دقت کنید که ماسک های هیدروکلوئیدی چون برای جوانسازی استفاده میشن، زودتر از 30 سالگی نباید استفاده بشه. ماهی 1 باره، زودتر نه، یعنی نمیتونی بیای هفته 1 بار ماسک هیدروکلوئیدی بزنی. و بیشتر هم برای پوستای خشک استفاده میشه. برای پوستایی که چربن، جوش دارن، از این دسته از ماسک ها استفاده نکنید. اما خب یک دسته از ماسک هایی هم داریم که ماسک های کرمی هن. من یه نمونه رو بهتون نشون میدم.
این دیگه پودر نیست، خودش آماده شده، یعنی دیگه نیازی نیست با آب قاطیش کنید. مثل این ماسک یه مقداری از اون رو از ماسکتون رو بر می‌دارید، کاملا روی سطح پوست پخش میکنید به یه همچین ضخامتی. یه 10 دقیقه رو بعدش هم براشون پاک میکنید. این میشه ماسک های کرمی. خب بچه ها، یه ماسک دیگه هم بهتون نشون بدم. ببینید این یه دسته دیگه است، آرگی ماسک بهش میگن. اینم حالت میبینید انگار قاطی شده، آماده است، فقط باید همین رو روی پوست زد. حالت خمیری داره ولی روی پوست خودش رو میبنده. بچه جالبه بدونید ماسک هایی که خیلی خوبن، تاثیر خوبی روی پوست دارن، اصلا ظاهر قشنگی ندارن. اینو دیدین؟ یه رنگ کرمی داره، این یه رنگ سفید داره. ماسک خاکروسی رو براتون زدم. ماسک کاکائو رو که براتون زدم بهتون گفتم که تاثیر خاصی روی پوستش نداره، فقط مواد زیری رو هل میده. ولی اگر میخوان یه ماسک تاثیر خیلی خوبی روی پوست کلاینت شما داشته باشه و خود ماسک هم توی تغذیه رسانی و درمان مشکل تأثیر گذار باشه، بهتر این ماسکایی که حالا یه رنگ ساده دارن اینا رو تهیه کنین. رنگی کردن اتاق پوست واقعا این تأثیر خاصی رو که میخواین روی کلاینتتون نمیذاره. و سعی کنید که برندهای خوب بگیرید. شیت ماسکای اینایی که توی بازار هست 20 تومنه. اینا رو اصلا پیشنهاد نمی کنم بهتون برای کابین تهیه کنید، واقعا فایده ندارن، هیچ ضرر هم دارن. ماسکای ارزون اینایی که حالا توی بعضی تیوب‌ها هست، اینا رو واقعا بهتون پیشنهاد نمی کنم. بچه‌ها در مورد پوست یا چیزی نخرید یا اگر میخرید یک برند خوب تهیه کنید. برندهای مختلف سالونی هست، میتونید توی پیج ها بگردین باهاش آشنا بشین. من اینجا معرفی برند رو ندارم ولی خب میتونید ازم بپرسید، اگر یه برند خاصی مد نظرتونه میتونید بپرسید بهتون معرفی کنم. ماسک رو که زدین، زمانی که خودش رو گرفت از روی پوست پاکش میکنید. بعد از این که ماسک رو پاک کردیم دیگه داریم میریم مراحل آخریه کار. میخوایم پوست کلاینت رو ببندیم. خب الان لایه برداری شده، مواد رو رسوندیم، خب باید سطح پوستش رو با یه چیز چرب ببندیم. ولی قبلش من بهتون پیشنهاد میکنم که براش آبرسانی بزنید. بچه ها این مرحله خیلی مرحله مهمیه، به خاطر اینکه آبرسان خیلی توی نتایج لحظه‌ای کار شما اثر گذاره. یعنی مشتری زمانی که میره و شما براش یه آبرسان خوب زده، قشنگ پوستش برق میزنه. کلاینت بهتون میگه که چقدر حس خوبی دارم، احساس میکنم که پوستم تمیز شده، یه لایه اضافی از روش برداشته شده و همین جور تعریف میکنه از کارتون تا لحظه‌ای که داره خارج میشه. خب آبرسان ها هم انواع مختلفی داره. من بهتون آبرسان های دستگاهی رو پیشنهاد میکنم که بتونید با دستگاه ها جذبش بدید. ببینید حالت یه ژل داره، اینا رو خیلی وقتا با دست که بزنید تأثیر خاصی نداره. ولی اگر اوایل کارتونه میتونید آبرسانایی رو بگیرید که دستگاهی نباشه. من بهتون پیشنهاد میکنم حتما اوایل کارم یه دونه دستگاه رو داشته باشین، برای کلاس کاری خودتونم خیلی خوبه. خب زمانی که این آبرسان رو زدم، حالا میخوام با دستگاه جذبش کنم. گفتم چه دستگاهی برای جذب کار میره؟ اینایی که حالت تخت دارن، اینا بیشتر برای جذب مواد استفاده میشن. مثلا این دستگاه، شروع میکنم دستگاه رو روشن میکنم، روی مود تغذیه رسانش میزنم و کاملا این ژل رو جذب پوست کلاینتم میکنم.
توی اون تایمی که حالا مورد نیازتونه طبق دستگاهتون معمولا 10 دقیقه است بچه. این آبرسان رو کاملا جذب پوست میکنید. بعد از اینکه تایم تموم شد باید آبرسان رو از سطح پوست پاکش کنید. این آبرسان رو هم من پاک میکنم. خب حالا دیگه میخوام برم سراغ مرحله آخر، یعنی کرم پایانی و ضد آفتاب. بچه ها اگر که شب عصر کلاینتتون مراجعه کرده دیگه نور خورشید نیست، همین یک کرم مرطوب کننده براش بزنید کافیه. اما اگر در طول روز اومده و میخواد بره بیرون، ضد آفتاب بزنید کافیه. یعنی میتونی دیگه این مرطوب کننده رو نزنی، میتونی هم بزنی یا مشکلی نیست، ولی اگر زدی 1-2 دقیقه صبر کن که این بره عمق پوست، بعد ضد آفتاب رو بزن، وگرنه باعث پیل شدن میشه. خب ببینید بچه ها، ماساژ پوست رو باید کی انجام داد؟ ماساژ رو شما میتونید توی مرحله آخر، یعنی همین مرحله که دارید کرم پایانی رو میزنید، براشون ماساژ رو انجام بدین. من خودم بیشتر توی این مرحله میزنم، ولی خب توی کتابای فنی حرفه‌ای، توی امتحانات فنی حرفه‌ای ماساژ این مرحله نیست. ماساژ قبل از تغذیه رسانه، یعنی قبل از ماده مؤثره و ماسک باید ماساژ داد، به خاطر اینکه میگن گردش خون رو توی پوست بالا میبره و جذب مواد رو زیاد میکنه که این درسته. اما ماساژ رو که شما نمیتونید تنها با دست خالی انجام بدید، شما باید حتما این کار رو با استفاده از کرم‌های تغذیه رسان و کرم‌های ماساژ انجام بدین، درسته؟ و اگر که شما کرم ماساژ رو زدین، خب یه چربی رو انگار وارد پوست کردی، دیگه نمیتونی بعدش تغذیه رسان و ماده مؤثرات رو به خوبی جذب پوست کنی، درسته؟ یه مقدار جلوی جذب رو میگیره برای ما. پس من توی عملی بهتون پیشنهاد میکنم همین آخرین مرحله ماساژ رو انجام بدین، ولی توی امتحانات فنی حرفه‌ای اینو بهتون پیشنهاد نمیکنم. کرم ماساژتون، من همون کرم مرطوب کننده که آخر کار میزنم رو به کار میبرم. میتونید کرم ماساژ هم استفاده کنید. یک مقدار روی این قسمت دستتون بزنید. چرا؟ چون یه نکته که توی ماساژ خیلی مهمه بچه ها اینه که شما حین کار نباید بری کرم بزنی رو دستت دوباره برگردی. تماس پوستی شما و مشتری حین ماساژ نباید قطع بشه. باید از اول تا آخر دستتون با پوست در تماس باشه. اگه این دستتو بردی بالا، لااقل این در تماس باشه. این یک نکته است. نکته دیگه اینه که توی ماساژ ما هیچ حرکت رو به پایینی نداریم. کلیه حرکات به سمت بالا انجام میشن. خب حالا چه حرکاتی توی ماساژ داریم؟ ببینید حرکت مادر رو ما داریم که از چانه میکشیم به سمت کناره ها. چند بار میتونید این کار انجام بدید بچه ها؟ هر جا که یادتون نیومد حرکت بعدی چیه، خب میتونید این کار رو انجام بدین که اصلا دوباره برین حرکت رو عوض کنید. به خاطر همینم بهش میگیم مادر. اولین حرکتیه که ما انجام میدیم. حرکت دیگه ژاک هست. ژاک به چه صورته؟ ژاک در واقع همون نیشگونه که در واقع گونه مشتری رو بیشتر برای دو طرف صورت استفاده میشه، پیشونی و اینا خیلی استفاده نمیشه. ژاکه میگیریم. ژاک اول ژاکه های درشت به این حالت و بعد ژاکه های ریز میگیرید به این صورت، براشون انجام میده. هر کاری اونور کردی اینور هم انجام میدین. حرکتی که برای کناره های گونه اینجا انجام میشه اینه که بچه ها زیر گونه این قسمت رو میگیرین میکشین به سمت کناره ها. خب
حالا برای پیشونی چه کاری انجام میدیم؟ ببینید برای پیشانی کلاینتتون میتونید حرکت‌های رفت و برگشتی با شستتون انجام بدین. میتونید حرکت‌های هفتی هشتی انجام بدین. ماساژ دور چشم چطوری انجام میشه؟ ماساژ دور چشم زیر چشم از بیرون به داخل، روی چشم از داخل به بیرون. این کار رو باید انجام بدین. میتونی حرکت بی نهایت بزنی زیر این چشم و بالای این چشم رو به این صورت کار کنی براش. میتونی حرکت زیر چشم رو با حرکت گونه ترکیب کنی، یعنی اینجوری بری بیای این وسط، اینجا این بالایی از روی چشم رد میشه، پایینیه میاد زیر گونه. به این حالت براشون ماساژ میدیم. یه حرکتی داریم به نام حرکت گلابی. به این شکل ببینید دستتون رو زیر چونه قرار میدین، از کناره لبها میارید کناره بینی و روی پیشانی. بعد اینجا که میخوای برگردی دوباره تکرارش کنی. چجوری؟ فقط این دوتا انگشت با دو طرف صورت در تماس، فشاری وارد نمی کنیم به سمت پایین، فقط در حدی که در تماس باشه میریم برمیگردیم به این حالت. بچه ها میبینید این دستبند اینا اصلا خوب نیست. برای کار فیشال باید زیورالات، انگشتر، دستبند اینا رو همه رو بیارید بیرون. اینا رو خیلی نکاتی که بهتون میگم حواستون باشه برای امتحان فنی حرفه‌ای ها، همه اینا مهمه. توی امتحان فنی حرفه‌ای مثلا بهتون میگم ماساژ چشم برو، ماساژ پیشانی برو، گونه‌شو ماساژ بده، اینا رو بهتون میگم. برای چروک‌های پنجه کلاغی چی کار میکنیم؟ یه ایت انگلیسی این سمت چشمشون میکشیم، این سمت هم دوباره همین کار رو انجام میدیم. این شد ماساژ صورت. در نهایت میگن وقتی که ماساژ تموم شد بچه‌ها دستتون رو بتکونید، بزنید روی خاک. قدیما میگفتن بزنید رو خاک، بزنید روی آب، که اگر انرژی منفی چیزی از کلاینتتون گرفتین اون رو به زمین منتقل کنید. حتی نمک هم میگن خوبه. اینا رو من یه زمانی بهش اعتقاد نداشتم ولی الان واقعا اعتقاد پیدا کردم. خب این شد از فیشال ما به صورت عملی. ضد آفتاب هم به همین صورت پخش میشه. بچه ها ضد آفتاب رو من پیشنهاد میکنم اگر کلاینت شما به قصد درمان جوش اومده بهتره که بهش بگین عصر بیاد که برای ضد آفتاب نزنید، چون ضد آفتاب یک مقداری سنگینی داره به هر صورت برای پوست. حتی وقتی که ضد آفتاب فاقد چربی میخرید باز همونا هم یه مقداری سنگینی دارن روی سطح پوست و بهتره که استفاده نشن. امیدوارم که این جلسه هم براتون مفید بوده باشه. خسته نباشین.